سلام بچه‌ها، چطورید؟ من امیرحسینم. این چنل بیت ساز هستش و خوش اومدید به آموزش دیگه. امروز قراره که آموزش مبتدی داشته باشیم، آموزش سایت چین کردن. حالا سایت چین چیه در ادامه بهش میگم. این ویدیو بهترین ویدیو برای افراد مبتدی، یعنی کسایی که مشکل کلا ساخت بیت و میکس دارن. این ویدیو هم تو بیت سازیشون کمکشون میکنه، هم تو میکسشون کمکشون میکنه، هم تو ساوند دیزاینشون کمکشون میکنه. فکر میکنم نورم خیلی کم و مرده است. بذار ببینم درستش میتونم بکنم. همین بهتر. و واقعا مادر خوبی داره هر کی که این روش رو اولین بار اختراع کرد. واقعا ببینیم تو نرم افزار الان ببینیم که چه خبره. حاجی قبل از اینکه اصلا چیز کنیم، اصلا سابو بکوب. داریم نزولی سعودی داریم میریم بالا. و اینکه دمتون گرم. این اومد جلو تصویر مانیتور. دمتون گرم کسایی که کامنت میذارن که عشقن، همشون رو یادم میمونه. اگر یکی شدیم همتون دونه دونتون رو یادم میمونه. براتون جایزه دارم. لپ نه ولی خداییش اگه یه روزی یه لباسی چیزی مرچی چیزی داشتیم در آینده، به شما دوست عزیز حتما که کامنت گذاشتی زیر ویدیو اولم و تاریخ رو میزنید دیگه، به شما حتما میرسه. برو بریم. من چرا الان اومدم تو پلاگینا نمیفهمم. بریم تو نرم افزار. ببینید بچه‌ها، البته فکر کنم الان اومدید تو نرم افزار، تو ادیت نمیدونم کی بیارمتون تو نرم افزار. و اینکه بیاید آقا، بیاید کیکو. من اینو بذارم اول. تند نرو امیرحسین، انقدر علاقه داری به این آموزش، داری تند میری امیرحسین. تند نرو. وایسا. ببین خیلی موقع هستش ما یه کیکی میایم میسازیم توی درام لاینمون و بعد میخوایم بیس رو بسازیم و یه اتفاقی میفته که نه کیک شنیده میشه نه بیس، یا شاید اون کیکه شنیده نمیشه اون بیسشه، یا اون پانچی که میخواستی رو نداره، یا یه اتفاقی میفته. و حالا توی میکس چه اتفاقی میفته؟ شما تداخل فرکانسی پیش میاد. کیک و بیس با هم میزنن. اینا خیلی دارم خفم میکنن. کیک و بیس با هم میزنن، خب باعث میشن اینجوری صدا بره به چسب به سقف. تو میگه آقا کیکم به تنهایی روی منفی 6 داره صدا میده، بیس هم به تنهایی داره روی منفی مثلا 8 صدا میده، ولی چرا اینا با هم میزنن یهو صدا میره روی 1؟ تو اصلا لیمیتر نداشته باشه دیستورت میده اصلا. چرا صدا اینجوری داره میشه؟ الان بهتون میگم. ببینید شما وقتی یک کیک میسازید، یک کیک اینجا دارید، بذارید من الان یه دونه بچینم، یه درام لاین بچینم براتون، یه درام لاین ساده ترپ. من از همینجا سریع یه دونه کیک انتخاب میکنم. من اینو میندازم اینجا و 808 همون سریع پیدا میکنم. 808 یه سرچ میزنم اینجا. 808 من سریع میخوام فقط پیدا کنم یه سری صدا. و حالا من یه دونه کلپ مثلا بذارم، یا ریم کلپ. یه کلپ میذارم، یه ریم یه نمیدونم یه شیکر بذارم. سریع من اینا رو بچینم بچه‌ها. خب ما بریم یه درام لاین میچینیم. الان میخوام یه مرحله
دراملاین چیدنم بهتون بگم که این یه نکته ای داشته باشه به غیر از این نکته اصلیمون. من خیلی دوست دارم ویدیوها فقط یه نکته نداشته باشه، 2 تا نکته کاربردی هم داشته باشه براتون. خب لا این مبتدی‌ها یه سری چیز کاربردی هم بگم براتون بد نیست. بچه‌ها این نکته‌ای که میگم بنویسید. شما یه سال نیاز داری برای آهنگساز خوب شدن، یه سال حد اقلشه. تو این یه سال خیلی چیزا رو فراموش می‌کنی. برای اینکه فراموش نکنی باید بنویسی بچه‌ها. یعنی اگه ننویسید 2 ماه بعد یه نکته رو یادت میره، هی باید بدوی دنبالش، هی باید بدوی، هی اونو یادت میره باید بدوی دنبالش، هی این یکی یادت میره. باید بنویسی، تمرین کنی. الان از همین نکته شروع کن، از همین ویدیو شروع کن، بنویس. ویدیو هر چی میگم مدرس دیگه ایرم دیدی تو یوتیوب حتما بنویس. واقعا همه یوتیوبیا که عشق منن، واقعا دمشون گرم. من خیلی از بچه یوتیوب یاد گرفتم. من اسم نمیدونم بیارم یا نه، از محمد بیتکوری، مافیا بیت، نویان حتی مثلا با اینکه کم ویدیو گذاشته ولی خب نکته هایی داشته که به کارم اومده. تو ایبلتون خیلی کمکم کرد یاد بگیرم. و الان هم که دیگه گفتید افل اومدم تو افل دارم آموزش میدم، میگم یادم افتاد بگم. و دم همه اینایی که تو کامیونیتی هستن و تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن گرم، چون خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم، خیلی یاد گرفتم واقعا، چشن همشون. و بریم که یه دراملاین بچینیم ببینیم چیه. این که بیسمونه 120 میذارم. بعد من اینجا یه اسنیرم پیدا کنم. اگر که یه اسنیر خوب به ما بدی ممنون میشیم. چرا اینقدر اسنیر آشغاله؟ ول کن. غلط کردیم. چپ یه مثلا اسنیر آشغال قدیمی استفاده بکنیم، یا اینکه میخواید از سمبل بگ کچی استفاده کنیم. یه نکته هم الان یادم اومد بهتون بگم. ببین گفتم اگر دراملاین بچیم نکته داره. بچه‌ها کسایی که نمیدونن چجوری از یه لوپ الان بهتون میگم لوپ چیه. مثلا بچه‌ها خب ببین مثلا اینجا الان اینو گوش که از کیکش خوشت اومد، از استینش خوشت اومد، میای چیکار میکنی؟ میری تو استمزاش خب ببین من اینو میندازم اول اینجا نگاه کن. آره اینو میندازم توی چنل رکم. خب من که نمیتونم الان یه دونه اینجا بچینم، این همه این پایین میبین دیگه زده چند تا، نگاه کن این همه برای من استر میخواد بزنه تا آخرش. نگاه کن همینجوری استر میزنه، یه دونه زدم الان همینجوری داره استر میزنه. حتی اینجا یه دونه اینجا بچینید میزنه، میبینید. و برای اینکه این اتفاق نیفته باید شما یه دونه از اینا رو داشته باشید، یه دونه از این شات رو داشته باشید. خب و من میام روی اینجا کلیک راست میکنم، اگر این مورد کار نکنه ادیت نه اوپن این فروتی اسلایس چنل، نه اسلایس نیو اسلایس ایکس چنله اینه. آره فکر کنم آره اینه جدیدش. یه دونه دیگه هم هستش نسخه قدیمیشه به درد نمیخوره. و اگر مثلا خوب ریکورد بشه آره این نسخه اینجا براتون چاپ میکنه، میزنید کلیک راست میکنید روش، این قسمت براتون میبره، از اینجا برش میدارید میندازید اینجا. بچه خیلی راحته، گلابی دیدی. و این الان کلپ منه، تک میزنه. و یه ذره باید کوتاه‌ترش میکردیم،
یه ذره اینو کوتاه‌ترش کنیم بچه‌ها. کوتاهش کن. آره الان خوب شد. الان خوب شد. و الان خوب. خیلی خوبه. الان خوبه. و من الان از این میخوام استفاده کنم بچه‌ها. میخوام به جای کلپی که خودم گذاشته بودم از این استفاده کنم. صداش هم زیاد میکنم. آها اینجا این هستش داره پارازیت. خب و حتی میتونم از کلپ خودم استفاده کنم. خب الان بهتر شد. لیر کردم بچه‌ها. اینم بهش میگن روش لیر کردن. دو تا صدا رو با هم ترکیب میکنید. هیچ اشکالی نداره. ولی اولش میاد اینجا توی میکس. حالا میکس رو بعداً میگم. تداخل فرکانسیاشو باید بگیرید. و اینم که از این از شیکر استفاده میکنم. شیکرامو یه ذره تندتر میچینم. من اینو خوب است اینو میزنم. خب یه سریشو پاک میکنم که من های هت هامو از اینجا استفاده میکنم. خب یه های هت میخوام بچه‌ها. های هت همو میخوام از جی کاکتوس بردارم ببینم میتونم پیدا کنم. حالا جی کاکتوس هم نشده. اینو ببینیم چی داره. دپریک ببینیم چی داره برام. های هت های بچ های هت ببینم این چیه بچه‌ها. ببینم به کارم میاد. خب بچه‌ها یه های هت هم میخوام بچینم. های هت نمکی. میام جایی که کیک داره میکوبه یه ذره ببینم میتونم از این تکنیک های هت جز آره خوبه. خب
خب بچه ها کیک هم میام اینجا ادامه میدم. بعد کیک هم خیلی ساده چیدم تو هر میزان بچه ها. اینجا یک کیک میزنه، اینجا هم یک کیک گذاشتم، حالا یه چیزم اضافه کردم اینجا، ولی خب شکل اصلیشو باید داشته باشه. اگه اینجا زد تو این میزان باید اینجاش بزنه، اگه نزنه خانم داره میخونه یه ذره گم میکنه، یه ذره خراب میشه. و اینم کلپ هم ادامه میدم. اینجا دوباره باید بذارم یه کلپ و اینو کپیش میکنم، تو پایینی هم پیستش میکنم و حالا میریم سراغ 808 بخش اصلیه دوستان. ما میایم 808 مون رو روی کیکمون میچینیم بچه ها. کار دارم و حتما نیاز نیست روی کیک بچینه. 808 مون رو ببینم چیه. اینو بچه ها بگیرید بندازید تو اینجا، اون 808 که اونجا انتخاب کردید و براتون میاره. ما نداریم متاسفانه نوتشو، ببینیم که چه نوتیه، ولی حالا حوصله‌ام ندارم در بیام نوتشو. بچه‌ها یه نکته تو 808 بچه‌ها حتما کاتیت سلف رو روشن کنید، بخاطر اینکه این نوت وقتی به نوت بعدی میرسه باید میوت بشه. میوت نشه این نوت فرکانسش میفته رو اون یکی نوت و خیلی تشدید ایجاد میکنه و خیلی بد میشه. وقتی رسید به نوت بعدی باید این میوت بشه. نکن میبینی اگه من اینو صداشو کم کنم اون نوت قبلی کلا میوت میشه، صدای اینم دیگه در نمیاد. دیدی؟ و از همین تکنیک استفاده میکنیم. نگاه کنید یه نوت میذارم اینجا میوتش میکنم. ببین چه بیس باحالی میتونم در بیارم باش. دیدی؟ یه ذره ما اینو بکشیم بیاریم اینور. ببین چی در میاد. 808 رو باید عوض کنیم. ببین چی از این در بیارم. آتیشو کم میکنم، بوستش میکنم میذاره. چرا اینقدر صدا بم نیست؟ چرا صداشون بم نیست؟ همینو میندازم بابا. بیا هی میخوام اینو نندازم. بیا آتیشو کم میکنم، پوستتون. نگاه کن، دیدی؟ میبرم بالا. تا همینجا بسته، ولی خب من میخوام اینجا یه ده بذارم. این تکنیک هم بهتون بگم بچه، اینجا چند تا نوت اینجوری ادامه بدید. نمیدونم با این 808 بشه یا نه. مثلا 4 تا از این میذارم اینجا پشت سرم، بعد میام از اینجا یه 4 تا انتخاب میکنم از اینجا. نگاه کنید بچه، به این صورت. و بعد به این صورت، بعد به این صورت. و البته اشتباه کردم، بعد اول اینو اینجوری میکردم، بعد این. ای بابا داداشم داره سر صدا میکنه. اینم باحال شه.
چقدر تکنیک ها داریم، ولی من میخوام به این برسم، به این میخوام برسم. خیلی قشنگ شد. حالا بریم توی اصل قضیه سایت چین کردن. سایت چین کردن بچه‌ها زمانی اتفاق میفته. نگاه کنید، من اینو دادم به ترک میکسر 1، اینم میدم به 2. حالا ما اینو نمیدیم به 1، میدیم به 5، میدیم اینم به 6. فقط با همین کیک و بیس کار دارم، بقیه رو میکسش نمیخوام بگم. میکس نیستیم بچه، توی قسمت ساخت بیتتونم باید رعایت کنیدش، چون میکسمن دیگه میدونید به میکسمن ثابت میکنید که آهنگساز خوبی هستید. میدونید چی میگم؟ اگه میکسنش خودتون نباشید و اگه با خودتون نباشید که دیگه خودتون خودآزاری داری دیگه، همون تو مراحل ساخت بیت اینو بگیر، این اشکالو دیگه تو بیت تو میکس خودتو اذیت نکن. و سایت چین چجوری بچه‌ها؟ کیک داره میکوبه، این ورم داره بیس میکوبه، رو هم که میافتن بچه‌ها. من اینا رو بقیه چیزا رو خاموش کنم، فقط همین رو روشن نگه دارم. خب بریم. خب میریم اینجا، مسترمو نگاه کن، 0 دسیبل رسید به 0 دسیبل، ولی من اگه اینا رو جدا گوش کنم هیچ کدوم 0 رو نمیزنه. 9 میبینی منفی 3. به خاطر همینه که میگم تداخل فرکانسی دارن. یعنی چی؟ یعنی یه چیز مشابهی تو این فرکانس بیس هست که تو کیک هم هست، اینا هم دیگر تقویت میکنن، بوست میشه، میاد بالا. نمیدونم اون چیزو دیدید یا نه. دوتا دیاپازون، نمیدونم میدونید چیه یا نه. دیاپازون بذارید سرچ کنم الان بهتون میگم. دیاپازون یکم آزمایشش هم باشه ولی نمیخوام الان باز کنم. دیاپازون اینه بچه‌ها، ایناست. دیدید دیگه بچه‌ای که ASMR دیدن؟ نه ولی خدا لعنتت کنه، ولی این یه چیزی اصلا تو فیزیک کار برده، اونا میارن تو ASMR اینجوری لیس میزنن یا اون قضیهش فرق داره، ولی این تو فیزیک و اینا. دو تا دیاپازون هم فرکانس رو کنار هم بذارید، به این یکی دیاپازون یه نه آونگ یه تیله از بالا آویزون کنید، بچسبید به این دیاپازون اینجا. خب دو تا دوشاخ اینجاست، به این آونگ وصله، به اون توپه وصله. به این ضربه بزنید فرکانس تولید کنه، فرکانسش میاد میخوره به این، با اینکه هیچ تماسی با هم ندارن، فرکانسش میرسه به این. از این ور میبینید که این تیله میپره این ور. خیلی چیز عجیبیه. اینه که میگم تشدید ایجاد شد. نگاه کن اینا، اینجا عکسش هست، چپیه رو داره میزنه، میبینی راستیه هم داره تکون میخوره. منار جنبون هستش، میری ضربه میزنی اونوری هم تکون میخوره، یه همچین چیزی رو پیروی میکنه. خب حالا بگذاریم، دیدی درک کردی، خداییش کی اینجوری آموزش داده؟ بعد بگی درس خوندم. من همه اینا رو تو دبیرستان خوندم، خدا شاهده. تو دانشگاه که هیچ یاد نمیاد، ولی تو دبیرستان استادای خفنی گرفته بودم و متصل به هیچ گویی نشدم، چون تست و اینا رو نمیزدم، تستی یاد نمیاد، ولی من اینجور چیزا برام همیشه جذاب بود، اینا رو میفهمیدم. توی فیزیک مثلا به ما گفتش دیاپازون چیه، مثلا اینجور چیزا رو به اون میگفت و این واقعا یه چیزیه که توی آهنگسازی به دردت میخوره. وقتی میگم یادم رفت، وقتی میگم تداخل فرکانسی دارن یعنی یه همچین چیزی، یعنی فرکانس های مشابهی دارن که نگاه کن الان این دوتا دیاپازون کپ همن، جفتشون آهنی هن، از یه جنس آهنن. به این ضربه بزنی همون فرکانسی رو تولید میکنی که به این ضربه میزنی و به خاطر همین
اینو که ضربه میزنی فرکانسش موجاش میاد میخوره به این، بهش میگن تشدید. خب عمل تشدید ایجاد میشه، به این ضربه میزنی اینم تکون میخوره چون فرکانسش با این یکیه و این فرکانسش اینو میلرزونه و تو تصویرم دارید میبینید. ویدیوش هم میخواستم بیارم دیگه، دیدید دیگه. و اون میلرزه. خب اون آونگه هم که بهش آویزون کردن میخوره به اون، هم تکون میخوره. حالا من اونجوری به توضیح دادم، اینم تو توضیح دیگه بود که اصلا تصویری دیدید، میخواستم فقط متوجه بشید دیگه. و خب الان نگاه کنید این دیاپازونی که الان اینجاست، این دیاپازون فرکانسش این دیاپازون درازه، فرکانسش با اون دیاپازون کوچیکه فرق داره و اصلا فکر کنم بریم اینجا زده. البته ممکنم هست که فرق نداشته باشه، اینجا نزده متاسفانه. حالا بگذاریم. دیدید فهمیدید چیه؟ الان این کیک ما همون اتفاق داره میفته. این داره باعث میشه وقتی کیک میزنه، بیس هم میزنه، اینا هم پوشایی داشته هم فرکانس باشن، جفتشون یهو مثلا با هم، فکر کن 2 تا دیاپازون با هم بلرزه، لرزش بیشتر ایجاد میشه روی میز. خب خرابی بیشتری ممکنه به بار بیاره. خب یه چیزی تشدید بشه. خب حتی مثلا زلزله، اگر فرکانس زلزله با فرکانس خونتون یکی باشه 100% خونتون میریزه، خونتون میپکه، ببین منفجر میشه. خب و تشدید یه چیز خیلی عجیبیه توی فیزیک، توی صوت هم داریمش، چه تو امواج مکانیکی، چه تو امواج الکترومغناطیسی، تو هر موجی بگی، هر جای دنیا باشه این تشدید وجود داره و تو باید قانونشو بدونی. توی کارت داری میبینیش، درکش کردی الان. حالا میخوام ببین بهترین آموزش من تا الان این آموزشه. لایک نکنی، ساب نکنی، واقعا ناراحت میشم دستت. اگر سابسکرایب داری منو که لایک و کامنت رو بچک کن خداییش. این آموزش هیچ جا نمیبینی. رفتم تو گوگل برات آوردم، بچه‌ها دارن سر صدا میکنن، دارن آموزش برات میگیرم. افکارم بابا، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. ما داغون شده اصلا. من چیزی برای دستان ندارم. واقعا ببین دیگه رد دادم، الان ساب میخوام از این ویدیو. این ویدیو خود هیچ جا این ویدیو رو تو دوره میبینی. من این ویدیو رو نمونهشو مثلا این چیزا رو نگفت بهت، خب ولی اون مثال خونه رو که میریزه، زلزله خونت میریزه، اینو من از یه مهندس صدا شنیده بودم. خب که اون مهندس صدا کلی التماسش کردن گفته، ولی من رایگان دارم میگم، مردم تو دورهاشون اینجوری چیزا دارم میگم، به خدا دارم میگم. من تو دورم که اصلا من دوره بخوام بسازم یه چیز بمب میسازم و قطعا تجربه تو خودم فقط نیست، چون من خودم نصف بچه‌های کامیونیتی یوتیوبم نمیدونم، چون اون خیلی با تجربه ترن و خفن، ولی من یه سری‌ها رو میارم که تو ویدیوام، تو آموزش اختصاصیم که اگر دوره بخوام بفروشم خیلی قیمت کمی هم میذارم، ولی یه کسایی رو میارم که حرفه‌ای بلد باشن، اصولی آموزش بدن و کمکمون کنن. و حالا بریم این تشدید رو چجوری بگیریم، چیکار کنیم این نره 0 درجه میگه 0 دسیبل. چیکار کنم؟ چند تا روش دارید بچه‌ها. یه روشش رو امروز اشاره میکنم، روش بعدی رو هم بعداً اشاره میکنم که بچه‌ها یوتیوب بچه‌ها نمیتونم همه روش‌ها رو یه جا بهتون بگم، با ویدیوهای بیشتری بسازم. الان این 29 دقیقه ویدیو شد. بریم اینو بهتون بگم. کیک داره میزنه یه دونه. بچه‌ها این پایین نگاه کنید، اینجا سیم خارج شد. این که میبینید سیمه، خط نیست، سیمه. تو واقعیت اونجا یه سیم خورده، رفته خورده به اونور، از این فیش میره به اون یکی چنل با استفاده از یه فیش AUX یا AUX که نیست قطعاً. اون AUXش نمیدونم چیه، جکش فرق داره، جک چند میلیمتریه، اون گنده تره. خلاصه و یه دونه اینجا سایت چه میدم، فکر کنید یه سیم الان این به اون یکی هم وصل کردید که هیچ تأثیری نداره، سیم رو سر راشو بستید اصلا. و سایت چین تو دیسترک اونلیشو نذارید بچه، پایینی اونلیو بزنید، اون یکی سیمتون رو میکنه. خب بذارید اینجوری صحبت کنم که یه ذره ریل تر باشه، یه ذره درک کنید، تصویر سازی بشه براتون. خب
سایت چین کردیم به این. اشتباه کردیم سایت چین کردیم به این، چون باید از این که کیک باشه سایت چین کنیم به این. آره خلاصه از کیکتون سیم میدید به اون یکی، از اون به کیک نمیدی، از کیک به اون میدی و میری دیگه تو اون یکی. با کیک کاری نداری. تو اون یکی یه دونه اگر تو افل داری کار میکنی که کارت آسونه، فروتی لیمیتر باز میکنی. بیا فروتی لیمیتر نگاه کن. اومدی تو فروتی لیمیتر کمپرسورشو میزنی این پایین، میذاش رو کمپرسور. از اینجا سایت چین میذاری اینزرت 5، همون اینزرتی که سایت چین زدی باید اینجا ببینیش. اگه ندیدی بدون یه جای تر زدی. ترشولد رو میذاریم پایین تقریبا. خب بسته به نیازت، بازم به سبکت مربوطه. با نی کاری ندارم. ریشیو رو میذارم خیلی بالا، مثلا حالا میذارم 8 مثلا. میبینید اونجا که کیک داره میکوبه بیس خودش کمپرس رو میاره پایین. میتونی اتکش رو کم بذاری، ریلیزش هم کم بذاری که سریع برگرده. میبینی چقدر قشنگ تر شد. اصلا دیزاین شد برای خودش. حالا من اگه سایت چین رو بردارم، سایت چین رو برمیدارم، حالا سایت چین رو میذارم. با خاطر اینم بود اصلا. الان میشنوی؟ میبینی چه ریتمی داد؟ اصلا خیلی فرق کرد. نگاه کن اصلا صدا داره قشنگ شنیده میشه دیگه. 0 دسیبل رو قطعا نباید داشته باشیم. میبینید همون 3 دسیبل بیس رو داریم. بیشترین پیک همون بیسه، پس پیک دیگه نمیده. یه جا نیست رفته 0 نمیتونی کنترل کنی، میای همه صدا رو میاری پایین، تر میزنی توش. باید کنترلش کنی. تو مستر و اینا به مشکل میخوری. پس اینم یه روش بود. اگر تو FL کار نمی کنی میتونی از پلاگینای دیگه، حالا مثلا C2 استفاده کنی. ریپلیس میزنم، باتریم هم داره تموم میشه. C2 میزنم. میخواستم حالا روش دیگه هم بگم دیگه، باتری داره تموم میشه. 32 دقیقه شد بچه‌ها. باید این ویدیو رو ببینید تا آخرش. ببینید. این ویدیو آخراش بمب میشه. خب اینجا بچه ها گزینه اینجا سایت چین داره و حالا از این که بگذریم میتونید بیاید اینجا اصلا از اینجا اینپوت. نه اشتباه کردیم. اینجا استریو سایت چین اینجا. دیدی؟ نه دیدی، اشتباه کردیم. سایت چین، این سایت چین هم میتونید داشته باشید بچه ها. جای دیگر ببرید، بازم همون شد. دیدی؟ میبینی؟ داره میبره، قسمت بیس رو داره میبره و ریلیزمون رو سریعتر کنیم. خب اوکی دیگه بچه ها. میبینی؟ همون داریم. و این سایت هم گفتم بهتون بچه ها، لطفا چنل ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، بهمون بگید چه ویدیویی میخواید. بچه این ویدیو رو بچه ها توی اینستا بهم یکی گفته بود بسازم، ساختم براش و دمش گرم. اینستا رو بچه ها نمیذارم براتون، برید سرچ کنید @روناکو بیتس میاره براتون و دمتون گرم. لینکش نمیتونم بذارم شرمنده، ولی بچه ها یه موزیک جدید داره میاد، از همین چند پخش میشه. اون موزیک ماه دیگه پخش میشه و دمتون گرم که تا اینجا دارید نگاه میکنید، هنوز دارید نگاه میکنید. دمتون گرم. میخوام یه نکته دیگه هم بگم که آموزش FL موبایل اگر که دوست دارید بذارم بهم بگید حتما. آموزش بیشتری میذارم ازش، آموزش ساخت بیت. یه دونه آموزش دیگه ازش داریم ولی خب بیشتر از اونم اگه بخواید باید بگید بذارم. و تو ایبلتون میذارم آموزش، تو همین FL هم میذارم، تو همه DAW تقریبا سعی میکنم بذارم اونه که بلدم. و ایبلتون زیاد بلد نیستم، با هم قرار یادش بگیریم تو طول
مدتی که با هم داریم کار میکنیم و دمتون گرم. فعلا خدافظ.